مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از یک مناقشه خونین خبر داد که بین دو نفر در نویه ظفرآباد در زمینه یک کار ظاهرا ناچیز به وقوع پیوست. بنا به اطلاع نشر شده، در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 56 ساله ساکن نویه ظفرآباد با گمان تهدید آدمکشی دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه وزارت کارهای داخلی گمانبر شونده 29 دکبر سال 2023 تقریبا ساعت 16:00 دقیقه هنگام انجام دادن کارهای صحرایی در زمینهای خواجگی دیخونی واقع در جماعت شهرک منت‌آباد نویه مذکور از سبب پایمال کردن نقل‌های غلطانش با مرد 40 ساله ساکن نویه شهرستان جنجال نموده است. ساکن ظفرآباد هنگام مناقشه با تبر یک مرتبه به دست راست جبر زده به او جراحت جسمانی رسانیده تهدید کشته نموده است. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی بر اساس ماده 120 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به ساکن ظفرآباد بر اساس این بند قانون همچون جزا برای تهدید آدمکشی تا 2 سال محدود کردن از آزادی یا تا 2 سال زندان تهدید می‌کند.